من میگم روز خیلی خوبی باشه حال دلتون چطوره مثل دوبل هستم و امروز قرار که با هم بریم یه خبر خیلی غمگین رو برای فری فایر بازا بهتون بگم که فری فایر من چند روزه رفتم توی مایکت میخواستم فری فایر رو نصبش بکنم، یعنی نصب داشتم و میخواستم یا نصبش کنم. یه دفعه با یه اخطاری مواجه شدم که متاسفانه بیاین با خودتون ببینید. نوشته این برنامه به دستور مقامات فضایی از حالت انتشار خارج شده. یعنی چی؟ یعنی توی کشور ما ایران کلا خارج شده و دیگه انتشار نمیشه، یعنی این بازی دیگه دوباره ساخته نمیشه که ما پروزسانیش کنیم و بازی کنیم. این اینجا مثلا امکان داره بسته بشه، میگین مثلا الکی اون چیزا. خب من الان میرم توی بازارم براتون میگذارم، توی گوگل پلی هم براتون میذارم. دوست عزیزان نگاه کنید، فری فایر الان باید فری فایر بیاره بالا، فری فایر رو نیاورد بالا. این هیچ. میریم توی گوگل پلی، خب میذارم فری فایر، میگه این برنامه در منطقه شما، یعنی منطقه شما یعنی کجا؟ یعنی ایران در دسترس نیست، یعنی دیگه نمیتونیم نه بازی کنیم نه کار دیگه. متاسفانه اتفاق براتون افتاده به همه فری فایر بازا. چیزی میگه خودم هم خیلی ناراحت شدم از این خبر، چون خودم هم فری فایر بازی میکنم و دیگه الان دیگه تموم میشه، یعنی برونز ثانی بده دیگه ما نمیتونیم نه توی بازار برونز ثانیش کنیم، نه توی مارکت و نه توی گوگل پلی که همه برنامه توشه. دمتون گرم تا آخر ویدیو نگاه کردین. لطفا ما دو نفر رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، مستر دوبل هم کامنت برای ما بذارید، به مستر دوبل هم سابسکرایب کنید. سابسکرایب یادتون نره. لطفا زنگوله کنارش هم بذار روی آل، یه کامنت انگلیسی هم برام بذار. دمت گرم، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدو خفن دیگه، بهتون